نیم ساعت دیگه خودم با تماس میگیرم. آدرس خواهش میکنم آقا آبروریزی نکنید، ما تازه اومدیم اینجا. اگه چند ماه وقت بدین من خودم چک شما رو پاس میکنم. شما اگه می‌خواستین پول بدین که فرار نمی‌کردین بیاین اینجا، فکر کردین پیداتون نمی‌کنم؟ این چه حرفی میزنین آقای محترم؟ من پدرم مریض سکته کرده تو خونه خوابیده. من که بهتون بس دیگه بابا، 6 ماه این مزخرفات رو خورده من میدین. من عالیم نیست. تلفن با تو کار داره. این چیه؟ ببین توی این محله فقط من عربده میکشم، اونم از سر زن و بچه. دردت چیه به من بگو. آقا شما ولش کنید، من خودم حلش میکنم. نه بحث شما نیست، بحث شنیت این محله است که باید حفظ بشه، منم مسئولشم. چشاتو در بیارم هری. بیا بریم. برمیگردیم چی آقا. گفتی؟ بقیه داره داداش. من عاشق بقیه‌شم.